السلام علیکم بانو محمودی و محصلین عزیز، امید که همتان جور و صحتمند و سر حال باشید. دیگه امروز فقط 2 نفر از محصلین جوین شده در جلسه درسی. دیگه آقای ناظر است، زیاد صبر کنیم که دیگه هم حاضر شود، چون امروز جلسه درسی امروز بسیار مهم است و می خواستم که بعضی از سوالات در درس‌های گذشته از محصلین داشته باشیم. یک چند سوال محصلین در جلسه موجود نیست، اما باز هم یک چند سوال از شما پرسان خواهد کردم، یعنی محصلین حاضر در جلسه. خب یک سوال از شما محصلین ما دارم. یک سوالی که پیش از شروع جلسه درسی ما اول باید اسکرین برای شما شیر بسازم. خب کی گفته میتونه که ما چگونه میتونیم که در یک شیپ یک پیکچر انسرت بسازیم؟ کسی یک نظریه داده میتونه؟ آیا ما در یک شیپ یک پیکچر اضافه کرده میتونیم؟ هر کسی که جواب میده مایک خود ان میوت بکنه و جواب بده. بصیره کوهزاد، یلا، شینوار، صادق، محبوب، آیا کسی شما میدونه که چگونه ما میتونیم در یک شیپ یک پیکچر اضافه بکنیم؟ سلام وقت بخیر استاد. مثلا ما معلومات کنیم کنیم استاد در پیج ورد یک مثلا در بین معلومات ما استاد یک پیکچر اضافه کنیم یا استاد در شیپ در بخش در داخل شیپ آیا ما پیکچر اضافه کرده میتونیم؟ مثلا شما ببینید، خب شما جواب بدین. مثلا من یک شیپ را انسرت میکنم، مثلا یک شیپ شد. خب آیا این خود رنگ از خود داره؟ آیا میتونیم که یک تصویر یا یک عکس در داخل میشه بیاریم ما؟ استاد به نظر من میشه، بخاطر که ما میتونیم در یک شیپ مثلا معلومات هم اچ کنیم. استاد اینا ما مثلا شیپ کارت کردیم او رو مثلا سلیکت میکنیم، بعد از اون پیکچرز یا پیکچرز میریم یک شیپ اد میکنیم. استاد اگه ما پیکچرز در کامپیوتر نداشتیم پیکچرز میریم از اینجا پیکچر انتخاب میکنیم. بله استاد، به نظر ما استاد یا اگر کامپیوتر پیکچر داشته باشیم از بخش پیکچر استفاده میکنیم، اگر نداشته باشیم از آنلاین پیکچر مثلا ما میتونیم یک پیک اد کنیم یا دانلود کنیم، بعد از اون شیپ اد کنیم. خب درست. آیا کسی دیگه نظریه داره؟ تشکر بسیار زیاد. بصیره کوهزاد، یاسر کریمی، صادق محبوب. یکی از برادرای ما به نام نعمت حسینی اینمی سوال کرده بودن، از خاطر به این سوال متوجه شدم گفتم باش. غیر از نعمت حسینی آیا کسی دیگه میتونه که به این سوال جواب بده؟ بله میتونیم ما در یک شیپ پیکچر اضافه بکنیم. غیر از اینکه ما از این طریق میتونیم در فایل ورد ما پیکچر اضافه بکنیم، از انسرت تیب میرویم از طریق پیکچر. اما اگر میخوایم که در امی شیپ ما یک پیکچر اضافه بکنیم، باز رایت کلیک بالای امی پیکچر میکنیم، بعد از اون اینجا استایل فیل و اوتلاین ظاهر میشه. بعد از این به فیل کلیک میکنیم. وقتی که به فیل کلیک کردیم پیکچر کلیک کردیم به پیکچر میرویم و بعد از هر پیکچر را خواسته باشیم مثلا ما اینی پیکچر انتخاب میکنیم و در داخل امی شیپ اضافه میکنیم که زیاتر وقتا ما اینی فرمت کیس به خاطر عکس خود اضافه میکنیم، یا وقتی که میخوایم در سی وی خود یک عکس اضافه کنیم یا در یک پوزیشن مشخص عکس خود اضافه میکنیم، باز از این طریق استفاده کرده میتونیم. و هر شیپ کیس از خود اوتلاین داره. وقتی که هر شیپ شما سلیکت کردین یک تیب یعنی مربوط به شیپ به ما ظاهر میشه. یکی از طریق ما رایت کلیک میکنیم و فیل انتخاب میکنیم، از اینجا میایم پیکچر انتخاب میکنیم. و غیر از اینکه شما میخواید پیکچر اضافه کنید، طریقه دیگه شیگی است که پیکچر باید سلیکت باشه و به شیپ فرمت بروید. وقتی که به شیپ فرمت رفتین شیپ فیل انتخاب کردین، پیکچر از اینجا میتونید که پیکچرش سلیکت بکنید و در داخل می شیپ اضافه بکنید. و هر شیپ کیس از خود یک باردر داره کی باردر شیپ که داره به نام اوتلاین یاد میشه که ما میتونیم ریموو بکنیم، نو اوتلاین، یا رنگش چنج میکنید یا ضخامتش زیاد میکنید. باز از این طریق شما میتونید که تغییرات مختلف در داخل شیپ بیاورید. اگر پیش شما متوجه زینه بودین حالا متوجه شدین. خب کسی میتونه که برام بگه آیا واتر مارک و بوک مارک فرق داره یا خیر؟ واتر مارک ما دیروز در درس گذشته ما کاور کردیم و بوک مارک ما پیش در هوم تیب به نظر در انزر تیب او را کاور کرده بودیم. اگه کسی شما میدونه که واتر مارک و بوک مارک چه فرق داره یا هیچ فرقی نداره؟ ولی میشنوین؟ بسیار سوال آسان است. دیروز ما بوک مارک چی کردیم کاور کردیم درس بوک مارک. بصیره کوهزاد، بله بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما استاد محترم. استاد بوک مارک ما قبلا که خوانده بودیم به خاطر نشانی متن صفحه است که ما به صورت پیداش کنیم، مثلا یک صفحه به خاطر گم نکنیم تا کجا خواندیم از بوک مارک استفاده میکنیم. دیگه از واتر مارک هم تصویری است که در پشت متن ما ایجاد میکنیم. خب فرقشون زیاد است. آفرین بسیار دیگه فرق داره. آفرین بسیار خوب. خب درست است. میایم دیگه یک چند سوال بود که شما داشتم. بازم تشکر از همتون که جواب دادین و سهم گرفتین. دیگه امروز میایم به درس جدید ما. دیروز ما دیزاین تیب کاور کردیم و بعد از اون در لیاوت چند کماند کاور کردیم، مارجینز بود، اورینتیشن و سایز. امروز که از کالم شروع میکنیم که کالم به خاطر چی استفاده میشه و کاربردش چی است.
کالمز کیس اگر شما متوجه شده باشید در تیبل ما کاور کرده بودیم که تیبل کیس کامبینیشن رو و کالم هاست. به همین طریق ما میتونیم که یک صفحه ورد با کالم ها تقسیم بکنیم. فعلا کیس این صفحه ورد کیس یک کالم است. چطور ما میتونیم که یک کالم است مثلا مساوی یک پاراگراف ما میگیریم یا 3 پاراگراف این کیس تمامش در یک کالم چی شد و ما ظاهر شد، یعنی از اینجا شروع میشه و تا اینجا ختم میشه. این به معنای یزی است که یک کالم است، چون در اینجا در کماند کالم کیس one select است. اگر شما متوجه شوید پیش از پیش one select است، یعنی انتخاب است. با ما کی صفحه ورد کیس ای باید در one کالم، یعنی یک کالم باشه. هر چیزی که ما نوشته میکنیم در یک کالم باید ظاهر شود. اگر ما میخوایم که صفحه ورد ما به 2 کالم تقسیم شود یا به 3 کالم تقسیم شود، هر چیزی که نوشته میکنیم باید در 3 کالم ظاهر شود. باز در این صورت ما از کالم استفاده میکنیم. یا اگر شما متوجه شده باشید در مجله ها عموما، یعنی در هر ورق مجله کیس یک طرفش نوشته دری یا پشتو می باشه و در طرف دیگهش انگلیسی می باشه، یعنی او کیس در صفحات زو کیس از کالم ها استفاده شده. یا عموما وقتی که یعنی در بعضی از کتاب ها اگر شما دیده باشین شعرها کیس، یعنی شعرهای دو بیتی کیس یک طرفش یک بیت و قسمت باقی مانده یک بیت کیس در طرف دیگه صفحه بر ما ظاهر میشه. کی چی میگه ای خودش از کالم ها در فایل استفاده میشه. دیگه ما چطور میتوانیم که از این طریق ما یعنی در صفحه ورد خود از کالم ها استفاده بکنیم؟ شما میتونین که با کالم بروید فعلا وان سلکت شما دو را انتخاب بکنید. وقتی که دو را انتخاب کردین یعنی تو، یعنی صفحه ورد کیس اینو به 2 کالم به ما تقسیم بکن. حالا فعلا این صفحه کیس به 2 کالم تقسیم شد و نوشته کیس در کالم اول چی میکنه؟ در کالم اول یعنی اینو در کالم اول جای به جای میکنه و کالم اول کیس تا به یعنی نوشتهش پیش میره تا که کالم به ختم برسه یا به اتمام برسه. مثلا ما دیگه نوشتم می داشته باشم 5 پاراگراف دیگه رو میگیرم. این پاراگراف کیس 5 تا پاراگراف در کالم اول کیس جای به جای نشد، به خاطر ازی باقی مانده 5 پاراگراف که بود در کالم دوم رفت. خب به این طریق اگر ما بخوایم که در کالم اول در یعنی تا یک جای مشخص نوشته داشته باشیم و بعد از اون به پوزیشن به کالم دیگه سویچ شویم، باز در این صورت باید از کدام متد استفاده بکنیم. مثلا ما ایده دلیل ساختم فعلا چند کالم است؟ فعلا 2 کالم است در این صفحه امرای ما، چون از اینجا ما دو را انتخاب کردیم. من نوشته میکنم چند پاراگراف میگیرم، مثلا 3 پاراگراف ما گرفتم. من 3 پاراگراف گرفتم یا 2 پاراگراف کافی است. 2 پاراگراف گرفتم، من میگم که در کالم اول که ما خود 2 پاراگراف دیتا را گرفتم، اما بعد از اگر من هر چیزی را نوشته میکنم این خود کالم اول میاد، چون کالم اول که به ختم نرسیده تا آخر نرسیده. خب من چطور میتوانم که به کالم دوم سویچ شوم؟ اینجا یک متد است که شما میتوانید به بریکس بروید. وقتی که به بریکس رفتین به کالم انتخاب بکنید. وقتی که کالم انتخاب کردین بعد از اون میتوانید که به کالم دوم این اگر شما متوجه شوید کنترل فعلا در کالم دوم موجود است. اینجا اگر شما آل نوشته داشته باشین مثلا رنج 2 کالم ما گرفتم تا این قسمت. حالا فعلا و غیر از اینکه یک متد دیگه است که غیر از کالم شما میتوانید که به کالم یعنی دوم سویچ شوید. ما میتوانیم اگر پیش ما یادآوری کرده بودیم اگر میخوایم که یک پیج نو امرای خود داشته باشیم، یک پیج نو بگیریم، باز در صورت کنترل انتر میگیریم. کنترل انتر یک پیج نو بر ما چی میشه؟ یک پیج نو بر ما ظاهر میشه. و اگر میخوایم که یک پیج پس دیلیت بسازیم کنترل دبل بک اسپیس میگیریم. فعلا ما در کالم اول قرار داریم. خود چطور میتوانیم که به کالم دوم برویم؟ یعنی غیر از اینکه از این طرف از آپشن کالم برویم به کالم دوم. خب آیا کدام شارکت کی موجود است یا خیر؟ یک شارکت کی به خاطر ازی موجود است. کنترل انتر خود توسط ازی خود ما میتونیم یک صفحه جدید در فایل خود اضافه بکنیم. و اگر میخوایم که در کالم به کالم دوم برویم، باز در این صورت شما فقط شیفت در کنترل انتر اضافه کنید. کنترل شیفت انتر. ایده شما یادداشت کنید امرای خود کنترل شیفت انتر. امرای ازی میتوانیم که با کالم یعنی به کالم دیگه سویچ شویم. فعلا ما اینجا میتونیم که دیتا رو چی کنیم؟ نوشته کنیم یا هر چیزی که باشه امور نوشته کنیم میتونیم. خب بعد از اون این تمام پیج ما که است به 2 کالم تقسیم شده. این کالم اول که است تا حدی که یعنی در کالم دوم ما فعلا قرار داریم. هر چقدر که نوشته میکنیم این کالم تا آخر به اتمام میرسه، بعد از اون به پیج دوم ما شیفت میشه. اگر شما میخواهید که به کالم اول یعنی به کالم اول پس سویچ شوید، با شما میتونید که مینولی کنترل تان اینجا چی بکنید و بعد از اینتر بزنید، باز از این طریق میتونید که پس به کالم اول بروید. و غیر از اینم که پس به کالم دوم میرم یک متد دیگه است که شما در مو قسمت کرسرتان به مو قسمت ببرید در کجا که میخواهید یعنی نوشته داشته باشین. فعلا ما کرسر اینجا آوردم، بعد از اینجا شما میتونید که در کالم اول نوشته داشته باشید. خب غیر از این اگر شما میخواهید که 3 کالم استفاده بکنید، مثلا اگر این 2 کالم است، اگر پس میخواهید که چنج بکنید یک کالم باشه فرست سلکت بکنید، وان سلکت بکنید، اما ما تمام دیتا رو سلکت میکنم و وان انتخاب میکنم. این تمام دیتا ما با یک کالم چی شد؟ در یک کالم جای به جای شد. اگر میخواهید که تمام دیتا در 3 کالم چی شود تقسیم شود، باز در صورت شما 3 را انتخاب بکنید. بازی دیتا در 3 کالم چی میشه؟ جای به جای میشه. اگر شما متوجه شوید ما فعلا این کالم اول است، کالم دوم است و یک کالم در اینجا موجود است. اگر شما میخواهید که با کالم سوم بروید، کنترل شیفت انتر از این طریق هم میتونید. و اینجا که آمدین باز مثلا من نوشته می داشته باشم
خب اگر شما متوجه شده باشید این در کالم سوم هم چی شد دیتا آمد کالم اول کالم دوم و کالم سوم و بعد از اینکه در کالم دوم دیتا یعنی به ختم رسید تا آخر صفحه رسید باز دیتای باقی مانده که در پیج دوم در کالم اول چی میشه جای به جای میشه دیگه ای بود یعنی که چطور ما میتونیم از کالم ها استفاده بکنیم و غیر از این اگر ما مثلا میخوایم که در یک پیج هم از یک کالم استفاده بکنیم در یک قسمت مشخص از یک کالم استفاده بکنیم و در یک قسمت مشخص از چند کالم استفاده بکنیم باز در این صورت ما چی باید بکنیم فعلا ما در یک صفحه قرار دارم و اگر من نوشته بکنم مثلا دیتا رو نوشته میکنم ایره به دو کالم تقسیم میکنم فعلا دو کالم است کنترل شیفت انتر به پیج دوم میرم اینجا نوشته میکنم مثلا تا اینجا یک کالم دیگه بعد از این در قسمت باقی مانده پیج ما میخوایم که پیج کس بعد از این باید یک کالم باشه یعنی نوشته ما تا این قسمت ما میخواستیم که دیتا در دو کالم باشه و بعد از این در همین پیج باید یک کالم باشه یعنی دیتا خود باید در یک کالم داشته باشم شما کنترل تان در همینجا کرسرتان باید در همین قسمت پیج باشه و بعد از این شما باید بروید به کجا اگر ونا کلیک بکنید یعنی از اینجا باید انتخاب نکنید اگر ونا انتخاب بکنید بعدا تمام صفحه تان یک کالم میشه یعنی این دیتا در یک کالم به شما ظاهر میشه اما ما میخوایم که از سلام وقتتون بخیر. ما پستتون پیام دادم ولی دوباره جوین میشم. بسیار معذرت میخوایم بازم از جلسه بیرون شده بودیم خب تا کدام قسمت شما درس گرفتین میتونیم که یک نفر کنفرم بکنه خب بله میشه که برام بگوید که چند دقیقه شده بود که ما از جلسه بیرون شده بودم استاد زیاد نشدم یک دقیقه نبودین خلاص درست خب شما خب کالم ها رو یعنی در درس بازم در قسمت بازم کالم تشریح میشه مثلا من نوشته کردم در رحمان بابا شیرین در پشتو نوشته کردم من این دستر نوشته میگم مثلا قسمت ببخشید صوتم قسمت چی بگم کلمه تقسیم میشه نخواستی یک کلم بگیری کلمه بالا تغییر نکنه تو قسمت خب درست مثلا من دو کالم دارم درست این صفحه ما به دو کالم تقسیم کردم و اینجا نوشته میکنم خب زبانش باید چینج بکنم مثلا در کالم اول قطر دیتا کافی است بعد از این خب اگر میخوایم که به کالم دوم برم کنترل شیفت انتر اینو که کلیک کردیم مثلا من یک چیزی رو نوشته میکنم بعد از این قسمت ما میخوایم که هر چیزی رو که نوشته میکنم هر دیتا رو که نوشته میکنم او باید در یک کالم به ما اضافه شود ما از این قسمت نمیخوایم که کالم اگر ون انتخاب بکنم این تمام صفحه ما با یک کالم پس چی میشه یعنی پس به کالم ون تبدیل میشه یعنی کالم تمام صفحه ما پس باید از این قسمت ما استفاده نبکنیم اگر میخوایم که بعد از این قسمت یعنی یک کالم اضافه شود بعد از این ما میریم به مور کالمز وقتی که به مور کالمز رفتیم از این قسمت ما ون سلکت میکنیم انتخاب میکنیم وقتی که ون را انتخاب کردیم ما میخوایم که ون باشه یعنی یک کالم باشه اما در هول داکومنت نه اپلای تو هول داکومنت این ریموو بکنید و this point forward انتخاب بکنید یعنی من در کدام قسمتی که قرار دارم کرسر ما فعلا در این قسمت قرار دارم ما میخوایم که بعد از این قسمت این صفحه ما به یک کالم چی شود پس به یک کالم تبدیل شود فعلا صفحه ما به یک کالم تبدیل شد اگر شما ببینید مثلا من نوشته میکنم رینگ سی کالم میگیرم بعد از این صفحه ما به یک کالم تبدیل شد یعنی در بخش اولش که است دو کالم است و در بخش دومش که است یک کالم است دیگه از این طریق شما میتونید که از استفاده بکنید مثلا من نوشته میکنم به قسمت سنتر میریم کنترل ای شما انتخاب بکنید بعد از شما زبانش چنج بکنید کنترل آل شیفت امر آل شیفت شما میتونید که زبان کامپیوترتون چنج بکنید مثلا من نوشته میکنم رحمان بابا شیرونه و بعد از این انتر میزنم خب فعلا صفحه ما چند کالم است فقط و فقط یک کالم است اگر شما متوجه شوید یک انتخاب است اگر ما چور انتخاب بکنم
چی مشکل میاد؟ مشکل ما است که ای خود تایتل است. این تایتل باید در سنتر بیاید. ای خود باید در کالم پس ای را باید کالم 1 انتخاب بکنیم. کالم 1 یعنی تا این قسمت یک کالم درست است. بعد از این قسمت باید این صفحه بر ما به 2 کالم تقسیم شود. بعد از این شما باید این تور از اینجا انتخاب نبکنید. بعد از این ما میریم به مور کالمز و تور انتخاب میکنیم. وقتی که تور انتخاب کردیم برش میگیم که this point forward یعنی بعد از این پوزیشن، بعد از این قسمت که ما فعلا قرار داریم، بعد از این صفحه به 2 کالم تقسیم کو. فعلا این صفحه که است به 2 کالم تقسیم شد. خب چون ما میخوایم که نوشته دری یا پشتو داشته باشیم، باز در این صورت شما میتونید که با کالمز بروید. بعد از این با مور کالمز یعنی در وقت که شما 2 کالم انتخاب میکنید right to left انتخاب بکنید. یعنی نوشته ما از طرف راست به چپ باید باشه. باز در این صورت فعلا کرسر شما که است در کالمی، یعنی کالمی که در طرف راست موقعیت داره در رو طرف است. شما میتونید که الاینمنت از چنج بکنید. از کدام طریق؟ از این طریق میتونید که الاینمنتش چنج بکنید. مثلا من نوشته میکنم و میرم که لاین دوم و میخوایم که لاین دوم باید در کدام قسمت باشه؟ در یعنی در کالم دوم باشه. ما پیشم براتون ذکر کردم اگر میخواید که به کالم دوم شیفت شوین، کنترل شیفت انتر شما کلیک بکنید و بعد از شما نوشته بکنید. مثلا به این طریق. و اگر شما میخواین که پس یعنی کالم اول بروید میتونید که مینولی اینجا کلیک بکنید. اینجا که کلیک کردین شما میتونید انتر بزنید و بعد از این مثلا اینجا هر چیزی که تشریح نوشته میکنید شما نوشته کردن میتونید. و بعد از اگر میخواین که از کالم دوم بروید در اخر یعنی باید شما قرار بگیرید و انتر کلیک بکنید. هر چیزی که نوشته میکنید نوشته کردن میتونید. اگر ما میخوایم اگر شما متوجه شوید که این لاین دیتا که در این قسمت صفحه قرار داره ما میخوایم که تمام دیتا ما باید چی شود؟ باید یعنی در سنتر بروید. با شما بازی طریق شما میتونید که سنتر انتخاب بکنید. فعلا یعنی بسیار منظم شد. و اگر میخواید که در داخل اشیرتان یک لاین هم بیاید که معلوم شه جدا یک کالم است و یک کالم جدا است، باز از طریق شما میتونید که به لایاوت بیاید و بعد از لایاوت کالمز انتخاب بکنید، مور کالمز و بعد از لاین بیتوین انتخاب بکنید. لاین بیتوین که انتخاب کردیم در داخل در بین از بیت های ما یک لاین اضافه میشه. و یک قسمه یک چیز دیگه که ما باید در نظر ما فعلا 2 کالم دیتا داریم و اگر میخواید که کالم هایتان اسپیسشون زیاد بکنید یا کم بکنید، کالم اول فعلا از این طرف کالم است. اگر اسپیسش زیاد یعنی ضخامتش یا ویتش زیاد کردم میخواین که زیاد بکنید، از این طریق ما میخوایم مثلا اول ایرپورت میکنیم میده که نشو آل شیفت زبانش چنج کردیم و بعد از اون الیمنتش هم چنج کنترل ال طرف. خب ما میخوایم که چی بکنیم؟ مثلا مساوی اول 2 لاین چی میگیریم؟ 2 کالم میگیریم. 2 کالم گرفتیم مساوی رنج اینجا گرفتیم کنترل شیفت انتر. و اگر میخوایم که مثلا فاصله از ضخامت از زیاد باشه، از کم باشه، از زیاد باشه، باز از کدام طریق استفاده باز باید چی بکنیم؟ در این صورت با کالمز میایم، مور کالمز انتخاب میکنیم و در اینجا مثلا ضخامت از ما کوچک کردن میتونیم. اگر اینو ببینید وقتی که کوچک میکنید کالم دومتون چی میشه؟ زیاد میشه و این اسپیس هم میگیره و در اینجا براتون پریویو میشه. اگر زیاد میکنید از طریق زیاد میشه و از طریق کم میشه. اوکی بزنید و از طریق اسپیس در داخلشون چی شد؟ زیاد شد. و اگر اسپیسش پس کم بکنیم میتونیم که فقط مثلا اسپیسش پس چی میکنیم و کنترل ای مور کالمز و بعد مثلا اسپیس زیر کم میکنیم. به این طریق شما آورده میتونید اسپیسش رو اینجا چنج کنید میتونید. و اگر در این صورت اگر میخواین مثلا که کالم اولتون هر 2 کالمتون یعنی سیم نباشه، ویتش سیم نباشه، باز از اینجا شما اول باید اینی چک ریموو بکنید ایکوال کالم ویت. این وقت ما میخوایم که هر 2 کالم ما یعنی سیم ویت داشته باشه، سورش سیم باشه، باز در این صورت ایکوال کالم ویت انتخاب میکنیم. اگر نمیخوایم که مثلا ما میخوایم که کالم ما زیاد ویت داشته باشه، ضخامتش زیاد باشه، از یک کالم کم باشه، باز در این صورت ما مثلا این کم میکنیم و اسپیسش هم چی میکنیم؟ این کم میکنیم. اسپیسش از طریق کم میکنیم و وقتی که ویت کالم اول ما کم میکنیم این کالم دوم که بای دیفالت زیاد میشه. اگر شما متوجه شید به این طریق فعلا کالم اول ویتش کم شد و کالم دوم زیاد شد. یعنی از این طریق ما اگر میخواید که مساوی باشه پس میدانید که کالمز و ایکوال کالم ویت انتخاب بکنید و از این طریق شما میتونید. و اگر پس میخواید که 1 کالم باشه دیتایتون در یک کالم جای جمع میشه. این بود دیگه کاربرد کماند کالمز. و بعد از این ما داریم یک آپشن به نام بریکس. خب بریکس از بریکس به خاطر چی استفاده میشه؟ اول که پیج بریک است. پیج بریک به خاطر چی استفاده میشه؟ مثلا ما در این پوزیشن قرار دارم، در اخر اینی دیتا ما در اخر تکست قرار دارم. اگر شما میخواهید که یک لاین یک صفحه جدید بگیرید، باز در این صورت شما کنترل انتر کلیک بکنید، یعنی این شارکتش است. اگر پس این صفحه ریموو میکنید کنترل بک اسپیس دوباره کلیک بکنید.
فعلا ما میخوایم یکیش این طریقه بود و اگر طریقه دیگهش میخواید که شما شارکت استفاده نمیکنید شما باید در امی قسمت باید قرار داشته باشید بعد از این شما با بریکس میروید و پیج انتر میکنید یک صفحه دیگه براتون چی میشه اضافه میشه در فایل وردتون یک صفحه دیگه اضافه میشه بعد از این کاماند دوم چی است کالم این کالم خب پیش براتون گفتم وقتی که شما میخواید که صفحهتون یعنی چند کالم داشته باشه و از یک کالم به کالم دیگه سویچ میشوید یعنی غیر از اینکه شارکت کنترل شیفت انتر استفاده بکنید میتونید که از کالم استفاده بکنید اگر شما با علامه کسی متوجه شوید یعنی کالم اول کالم دوم یعنی با استفاده از اپشن ما میتونیم که از کالم اول به کالم دوم سویچ شویم تکست استرپینگ کاربرد داره تکست استرپینگ که وقتی ما میخوایم که مثلا در این قسمت قرار داریم و بعد از این تکست ما که یعنی بس بلاین جدید برود باز در این صورت ما میتونیم که از تکست استرپینگ استفاده بکنیم یعنی در هر قسمت که مثلا در این پوزیشن می باشم که بعد از این قسمت باید دیتا یعنی دیتای باقی مانده ما در لاین جدید برات باز در این صورت از تکست استرپینگ استفاده کردن میتونید یعنی کاربرد تکست استرپینگ است خب بعد از اینکه سکشن بریک خب ما پیشم براتون یعنی یک بار ریویو کرده بودیم در درس پیج نمبرینگ یعنی وقتی که ما میخوایم در هیدر یا در فوتر پیج نمبر اضافه بکنیم باز در قسمت اگر میخوایم که یعنی در فایل ما پیج های مشخص یعنی مثلا پیج اول دوم و سوم باید حروف الف با داشته باشه و بعد از پیج سوم ما نمبر بهش اضافه میکنیم یا مثلا ما میخوایم که پیج اول و دوم و سوم هیچ نمبر و هیدر و فوتر چیزی نداشته باشه و بعد از پیج سوم ما میخوایم که در فایل ما یعنی نمبر اضافه بکنیم پیج نمبر اضافه بکنیم باز در صورت ما اول یک کارش یعنی یکی از های مختلف تقسیم بکنید مثلا ما در این پوزیشن در این صفحه اکیس ما قرار دارم مثلا ما در این قسمت این صفحه قرار دارم اگر میخوایم که در صفحه ای پیج کیس فعلا ما 3 صفحه دارم درست ما این صفحات باقی مانده رو ریموو میکنم یک پیج نو جدید میگیرم کنترل ان یک فایل جدید گرفتم و فعلا اینجا مثلا من نوشته میکنم دو پاراگراف دیتا دارم فعلا این فایل ما که یک سکشن داره اگر 10 تا پیج هم اضافه بکنیم در این فایل ما تمامش یک سکشن است اگر 10 پیج هم داشته باشیم یک سکشن است اگر 5 پیج هم داشته باشیم در این فایل ما بازم یک سکشن است اگر شما میخواهید که پیج های دانه به سکشن ها تقسیم بکنید با شما از تیبل لایاوت این کنترل کردن میتونید ما فعلا در این قسمت قرار دارم و میخوایم که به پیج نو بروم و سکشن در پیج دوم استارت شود سکشن دوم باید از پیج نو استارت شود باز در این قسمت شما میتونید نکست پیج یعنی به پیج جدید برو و در اونجا سکشن جدید به ما انسرت بکو فعلا خود این سکشن اول باید باشه و سکشن دوم باید پیج نو باید شروع شد باز در قسمت شما نکست پیج انتخاب بکنید فعلا ما در پیج دوم آمدیم و این پیج که سکشن دوم داره و پیج اول که سکشن دوم داره خود چطور ما میدانیم که یک سکشن دوم است شما میتونید که از اینجا دبل کلیک بکنید مثلا ما که وقتی هیدر و فوتر اضافه کردیم میتونیم اگر شما اینجا متوجه شوید سکشن تو اینجا نوشته کنه دیگه شما میفهمید که سکشن دوم است یعنی پیج نو با ما اضافه کرد و سکشن جدید هم با ما اضافه کرد و پیج اول که اینجا براتون نوشته کرده سکشن اول و همچنان در لایاوت که رفتیم بعد از مثلا ما پیج پس ریموو میکنم پس به قسمت آمدیم به صفحه اول آمدم بعد از این ما میخوایم که در هر قسمتی که ما قرار دارم در همون قسمت باید به ما یک سکشن جدید شوه اضافه شوه مثلا ما در این قسمت قرار دارم ما میخوایم که در این صفحه اول باید یعنی امی پیج اول به چند سکشن تقسیم میکنم باز در این صورت شما باید از کماند از آپشن چی استفاده بکنید کنتینیوز و میخوایم که insert a section break and start the new section on the next page یعنی سکشن جدیده در پیج دیگه با ما انسرت بکن اضافه بکن و اینجا میگه که سکشن اضافه بکن اما در سیم پیج در همین پیج ما باز در اینجا از کنتینیوس استفاده میکنیم فعلا این سکشن اول است و این سکشن دوم است خب ما اینجا مثلا بعضی از نوشته ها می داشته باشم که ما بفهمیم که سکشن جدید اینجا انسرت شده یا خیر مثلا 5 پاراگراف ما اضافه میکنم و فعلا در این قسمت قرار دارم درست یا در یک پیج مثلا پیج جدید میگیرم و در اینجا میگم که مرا به کدام قسمت به کدام سکشن ببر کنترل جی به خاطر گو تو وقتی که ما میخوایم که در یک پوزیشن قرار داشته باشیم و باش میگیم که مرا از این پوزیشن ببر به این پوزیشن باز در این صورت از کماند کنترل شارکت کنترل جی استفاده میکنیم که باکس گو تو رو بر ما چی میکنه ظاهر میکنه ما باش میگم که در گو تو ورد به سکشن برو اما در سکشن به کدام سکشن برو مثلا به سکشن اول برو این است به سکشن اول ما رو پس آورد اگر میفهمیم که ما باش میگیم که مرا به سکشن به کدام سکشن برو اینجا باش نوشته میکنم به سکشن دوم مرا موو بکن یعنی به سکشن دوم است سکشن اولی که بود این بالا برد و سکشن دوم که این قسمت است اینجا شروع میشه یعنی کنترل هم برتن در اینجا ظاهر میشه یعنی سکشن دوم است دیگه از طریق هم شما میتونید که در بین سکشن ها شما موومنت بکنید یا ترانسفر شوید از یک سکشن به سکشن دوم اگر میخواهید که تغییر جای بکنید یا ترانسفر شوید باز از این طریق هم شما استفاده کردن میتونید
و یک آپشن دیگه که است ایون پیج. ایون پیج چی میگه؟ که سکشن جدیده در صفحه جفت به ما اضافه کو. فعلا مثلا سکشن جدیده هر وقت که من مثلا صفحات داشته باشم مثلا در صفحه دوم قرار داره، ما میخوایم که سکشن جدید باید در صفحه چندم باشه، بعد صفحه دوم کدام صفحه موجود است؟ صفحه سوم. ما بهش میگم که صفحه سکشن جدید که است ای باید در صفحه جفت، ایون که است به معنای جفت و آد که است پایینیش که است تاق به معنای تاق، یعنی در پیج های جفت ما یک سکشن جدید اضافه کو و در پیج های تاق ما سکشن جدید اضافه کو. باز از اینکه من هم استفاده کنم میتونیم. بعد از داشته میکنم با لاین جدید میرم مثلا و مثلا به صفحه دوم اگر میرم مساوی رنج و اینا خوی کنتینیوس چی فرق داره؟ در صفحه اول تا نمبر 43 رفت و در صفحه جدید که از 44 استارت میشه، شروع میشه، به خاطر که از صفحه اول که ختم به 43 شده اما نمبرش دوام پیدا میکنه. اگر هر چقدر نوشته که شما داشته باشین این نمبرش اما تو کنتینیو یعنی ادامه پیدا میکنه. ما بهش میگیم که بله نمبرها رو چرا همین اضافه صدایتون قطع شد، من صدایتون نداشتم. خب درست. این لاین نمبرها که مثلا اگر شما بخواید که در فایلتون هر چیزی که نوشته میکنین هر لاین یا هر سنتنس که باشه باید یک نمبر بگیره، باز در این صورت شما میتونید که از لاین نمبرز استفاده بکنید. لاین نمبرز اگر نمیخواید که لاین نمبر داشته باشد نباید انتخاب بکنید. اگر میخواید که لاین نمبرتون از یک باید شروع شود و در هر صفحه جدید باید لاین نمبر اضافه شود. مثلا صفحه اول ما کس یعنی چقدر لاین داریم ما 43 لاین تکست دیتا داریم و بعد از این صفحه دوم شروع میشه. صفحه دوم شروع میشه این صفحه اول کس لاین اخرش 43 است و در صفحه دوم کس از 44 استارت میشه اما تو ادامه پیدا میکنه. مثلا من اینجا دیتا دیگه اضافه میکنم در پاراگراف و به این طریق این صفحه هم که فیل شد یعنی کامپلیت شد، باز در صفحه جدید کس باز با همون طریق ادامه پیدا میکنه. یعنی کنتینیوس به معنای یعنی همونطور ادامه پیدا بکو. هر چقدر صفحه که می داشته باشیم لاین نمبر هم همونطور باید اضافه شود. اما اگر ما میخوایم که نه خیر لاین نمبر باید به این شکل نباشه، در هر صفحه جدید باید از یک شروع شود، در هر صفحه جدید باید نمبر کس از یک شروع شود، باز در این صورت ما از ریستارت اچ پیج استفاده میکنیم. مثلا این انتخاب میکنیم و بعد از اون میایم. شما اگر متوجه شوید صفحه اول ما از یک شروع شد چی سلکت کردیم؟ ریستارت ایچ پیج انتخاب کردیم. و اگر بخوایم که هر سکشن ما یعنی نمبر ما این لاین نمبر که ای باید از هر سکشن یعنی ریستارت شود شروع شود، باز در این صورت ما باید در پیج های خود سکشن ها را یعنی سکشن ها اضافه بکنیم و بعد از سکشن اضافه کردن باید ایده آپشن سرش بالایش اپلای بکنیم. مثلا من تمام دیتا ریموو میکنم، فعلا در یک صفحه قرار دارم و لاین نمبر هم چی میکنم؟ نن انتخاب میکنم. وقتی که نن انتخاب کردم ولی شما صدای مرا دارین؟ بله استاد صدایتون داریم. یگان دفعه صدایتون قطع میشه، مشکل اینترنت بجه. شاید اینترنت شما مشکل داشته باشه، بچه دیگه ما وای فای داریم. شاید درست. خب لاین نمبرز در کجا بودیم؟ ریستارت ایچ سکشن. مثلا ما رنج تا این قسمت که فعلا این صفحه ما که یک سکشن داره، ما میخوایم که بعد از این پوزیشن در این پوزیشن که قرار داریم بعد از یک سکشن جدید میگیرم. خب به شما نشان دادم که سکشن ما چطور اضافه کردم. میتونیم میایم بریکس و بریکس ما میخوایم که در این صفحه ما سکشن جدید میگیریم، باز از کنتینیو استفاده میکنیم. اگر میخواید که در صفحه جدید یعنی سکشن بگیرید باز از نکست پیج استفاده بکنید. ما میخوایم که در این صفحه سکشن جدید اضافه بکنم کنتینیوس که انتخاب کردم آل فعلا ما در اینجا نوشته میکنم. خب شما خوب متوجه باشید که این سکشن اول است. ما برای یک رنگ میگم که شما براتون مشخص شود. مثلا اینی یک سکشن شد درست و اینجا خود سکشن جدید ما انتخاب کردیم اضافه کردیم و بعد از این ما میخوایم که یک سکشن دیگر اضافه بکنم. میرم به لایاوت و بریکس انتخاب میکنم و کنتینیوس. بعد از این سی پاراگراف دیتا اضافه میکنم به یک رنگ دیگه میتونم که به شما خوب معلوم شه. مثلا اینی رنگ باش دارم و این هم رنگ سیاه داره. خب فعلا ما میخوایم که لاین نمبر اضافه بکنم، اما کدام لاین نمبر اضافه میکنیم؟ فعلا خود پیج ما سکشن ها موجود است. ما میخوایم که ریستارت ایچ سکشن یعنی لاین نمبر باید اضافه شود، اما فعلا در این پاراگراف ما قرار داریم از این خاطر به این پاراگراف ما لاین نمبر داد و به پاراگراف های دیگه ما لاین نمبر نداد. از این خاطر ما تمام پاراگراف ها را اول باید انتخاب بکنم. اول نن سلکت کنترل ای، شما باید تمام تکست دیتا را سلکت بکنید و ریستارت ایچ سکشن. اگر شما متوجه شوید اینجا سکشن ما به پایان رسید.
آغاز میشه، بعد از اون باز نمبر که از یک شروع میشه و تا وقت ادامه پیدا میکنه تا که یک سکشن جدید پیدا میشه. اینجا سکشن جدید ما اضافه کرده بودیم، بعد باز در سکشن که لاین نمبر که از یک شروع میشه. دیگه است restart each page restart each section. suppress for current paragraph. خو هیچ کار داره. suppress for current paragraph به این معنی مثلا من فعلا در این پاراگراف قرار دارم، درست در پاراگراف در سکشن دوم قرار دارم و ما برش میگم که suppress for current یعنی این پاراگراف که است این پاراگراف باید هیچ لاین نمبر نداشته باشه. هر پاراگرافی را که ما میخوایم لاین نمبر نداشته باشه در هر قسمت مو پاراگراف که ما باشیم یعنی موجود باشیم، باز اینمی آپشن شما باش انتخاب بکنید suppress for current paragraph، یعنی از current paragraph لاین نمبر بیخی ریموو بکن. باز در این صورت پاراگراف از پاراگراف لاین نمبر ریموو میکنه. خب شما چطور میتونید که این پاراگراف از کجا شروع شده از کجا ختم شده؟ هر پاراگراف که است یعنی تا وقت ادامه پیدا میکنه تا وقتی که یک انتر ساین در مابینش بیاید یا یک لاین فاصله در مابینش بیاید و شما خود میدانید که پاراگراف که است یعنی کامبینیشن جمله هاست، جمله های ربطی است که به یکی دیگر ربط می داشته باشه و درباره یک موضوع مشخص می داشته باشه و جمله ها این یک پاراگراف میگوید. و اگر میخواهید که در فایلتان تمام پاراگراف ها را مشخص بسازید شما از این طریق اینجا ما در هوم تب خوانده بودیم که پاراگراف ساین اگر شما انتخاب بکنید اینجا براتون میگه کی پاراگرافتان اینجا کامپلیت شده، این پاراگراف دومتان اینجا کامپلیت شده، پاراگراف سومتان اینجا و همچنان اینجا شما یک سکشن بریک گرفتین و هم کنتینیوس، یعنی تمام تغییراتی که شما در فایل آوردین او رو براتون نشان میده. ما پس چی میکنم پاراگراف ساین پس چی موو میکنم ریموو. فعلا شما شناختین که پاراگراف چیه، مثلا از اینجا شروع میشه تا این قسمت یک پاراگراف از این قسمت شروع میشه. ما ریموو بکنید لاین نمبرینگ شما ریموو میشه از تمام اول باید تمام دیتایتان چک بکنید انتخاب بکنید. مثلا من تمامش انتخاب میکنم و از این طریق شما میتونید که نه انتخاب بکنید. خب فعلا ای دیتای ماست و مثلا ما تمامش سلکت میکنم، بعد از اون میرم به لاین نمبرینگ آپشن، بعد از این میایم به لاین نمبرز و اد لاین نمبرینگ. فاصله رو زیاد میکنین یا کم میکنین. باز از این طریق شما میتونید که شما لاین نمبرینگ آپشن انتخاب بکنین لاین نمبرز و بعد از شما از یک باید شروع شوه. فعلا فاصله که در بین بله شما صدای مرا دارین؟ استاد صدایتون داریم یگانه فقط میشه. من فکر کنم تمام مشکل از اینترنت مثلا فکر کنم دوستا کلیشه امروز خمیس صدایتون فقط داریم. درست فعلا امی لاین نمبر و تکست دیتا که یک فاصله ایجاد شده باز در این صورت فعلا R2 است. R2 است معنی یعنی هر قدر فاصله که کامپیوتر خودش بر زمین لاین نمبر میده، یعنی در بین لاین نمبر لاین و ای لاین نمبر این فاصله باز اتوماتیکلی است. اگر خودتان مشخص میسازین مثلا ما میخوایم که نیم اینچ فاصله باشه 0.5 یعنی نیم اینچ فاصله باید اضافه شه با شما از این طریق اضافه کرده میتونید. اگر شما ببینید این فاصله زیاد شد چون این انتخاب کرده بودیم فاصله این لاین نمبر و هر لاین دیتا که فاصله 0.5 است و اینی فاصله که این خودش R2 است یعنی اتوماتیکلی فاصله بهش داده شده. و بعد از لاین نمبرینگ آپشن میایم به لاین نمبرز و بعد از او کاونت بای این آپشن چیکار داره؟ کاونت بای به این معنی که یعنی یک به لاین نمبر اضافه کو 1 2 3 4 به خاطر که این کاونت میشه با یک. اگر ما میخوایم که کاونت شه به 2 یعنی بعد از یک باید چند بیای 3 باز بعد از 3 2 و لاین نمبر نداشته باشه، مثلا لاین دوم باید لاین نمبر نداشته باشه. در این صورت مثلا ما کاونت میکنیم و این انتخاب میکنیم. اگر شما مثلا اینجا متوجه شید لاین اول که نمبر نداره و لاین دوم که از 2 شروع شده، باز لاین دو که لاین سوم نمبر نداره و 2 یعنی کاونت بای ما چون انتخاب کرده بودیم 2 باز در این صورت این معنیش است. بعد از لاین نمبرینگ آپشنز میایم به لاین نمبرز و خوب این خوبی بود restart each page restart each section continues اینا ما اینجا کار کردیم در قسمت لاین نمبرز و لاین نمبرینگ آپشن. خوب اینا خود در اینجا restart each page restart each section در قسمت ما کار کردیم. بعد از این خوب وقت ما به اتمام رسیده دیگه هایپنیشن خو امروز کار نمیشه، ان شاء الله روز بعدی این دسته باقی مانده رو کار خواهد کردیم. درست در 5 دقیقه باقی مانده اگر کدام سوال دارین میتونین سوال بپرسید. سلام استاد وقت بخیر. علیکم السلام. من سوال دین روز که شما کردم از طریق برنامه ورد گفتم شکلی مثلا در قسمت بالا و پایین که یک دیزاین اضافه کرده از چی طریق میشه برنامه کنید؟ در بالای چی؟ اما نمونهش که در شما فرستاده بودن دین روز طریق واتساپ. خب ورد انجام میشه نمیشه؟ خب و مثلا شما میخواید که یک دیزاین در برنامه ورد انجام بدین؟ بله دیروز شکلش روان کرده بودین؟ بله خب برادر عزیز
یکی از ان شاء الله ما وقتی که میخوایم در ماه اخیر ریل پروژکت یعنی بالای ریل پروژکت کار بکنیم، این دیزاین ها که از عموما به خاطر این دیزاینینگ که از پروگرام ورد استفاده نمیشه. پروگرام ورد هدفش عموما یعنی داکومنتیشن از به خاطر داکومنتیشن استفاده میکنیم، اما ما میتونیم که بعضی از دیزاین ها رو مثلا سرتیفیکیت دیزاین کردن یا مثلا فلایر باشه یا یک مثلا دعوتنامه باشه یک چیز دیگه باشه، میتونیم که تمامش در پروگرام ورد یعنی دیزاین بکنیم. اما به شکل استاندارد و معیاری اگر ما میخوایم که دیزاینینگ بکنیم، باز در این صورت برنامه‌های زیاد دیگه هم وجود دارد، مثلا فتوشاپ است، کورل درا است، ادوبی الستریتور است، دیگه برنامه‌های زیاد وجود دارد. اما اگر میخوایم که دیزاینینگ بکنیم، مثلا سرتیفیکیت دیزاین کردن، کار دیزاین کردن، فلایر دیزاین کردن، ان شاء الله باز در ماه آخر که ما به می پروژه ها اختصاص دادیم که چگونه ما میتونیم که یک فلایر دیزاین بکنیم، چگونه ما میتونیم که یک دعوتنامه رو دیزاین بکنیم، یک سی وی رو دیزاین بکنیم. تمام چیزا رو ان شاء الله در ماه آخر باز ریل پروژکت که کار میکردیم ان شاء الله تمام مشکلاتتان رفع میشه و همچنان شما میتونید که باز یک سرتیفیکیت یا نمونه ای که خودت روان کرده بودی، باز با همین نمونه خودت یک دیزاین خوبه در پروگرام ورد انجام بدی. درست شکر. و مشکل دیگه تان حل شد که چگونه ما میتونیم امروز عملی برتان کار کردم که چگونه ما میتونیم در یک شکل یک پیکچر اضافه بکنیم در یک شیپ. استاد درست، تشکر و ما یاد گرفتیم. درست است. بسیار خوب. سلامت باشید. خب اگر کسی سوال داره میتونه که سوال خود بپرسه. بسیار زیاد تشکر از توجه همگیتان. تشکر از اینکه در جلسه اشتراک کردین. دیگه وقت خوش، شب خوش، خداحافظ.